سلام بچه‌ها. بازار شایعات در مورد دوربین بعدی نیکون خیلی داغه. اکثرا میگن که یه دوربین کراپ فریم خواهیم داشت، اما انتظارات این بوده که تا حالا نیکون Z50 تو رو قراره ببینیم. اما الان شایعات میگه که دوربینی که قراره بیاد نیکون Z80 خواهد بود و یک کراپ فریم های اند، یعنی یک کراپ فریم رقابتی با مدل‌های فول فریم. اینجوری که میگن 32 مگاپیکسل، لرزشگیر 6 محوره مثل دوربین نیکون ZF داره که لرزشگیر خیلی خفنیه. فریم ریت عکاسیش 15 فریم بر ثانیه. 4K رو هم تو فیلم برداری فکر کنم 60 فریم روش بذارن و پردازنده اکسپید 7 داره. برای همین اتوفوکوسش انتظار میره که خیلی بهتر شده باشه از دوربینای قبل. و یه نکته هم تو اتوفوکوس داره اینه که احتمالاً یه گزینه به گزینه‌های اتوفوکوس اضافه شده، اونم برای عکاسی ماکرو که حالت شناسایی حشرات هست.